در بخش همصنفی برنامه شب معارف قرار داریم. از آن قلبا سپاسگزار هستم که تا این دم برنامه شب معارف را بیننده بودید و برای دیدن برنامه شب معارف را انتخاب کردید. از آن علاوه بر نشرات تلویزیونی شما میتونید روی موج 96.8 FM نیز بیننده و شنونده برنامه معارف از رادیو معارف نیز باشید. خب در بخش همصنفی از آن یک شاگرد با ظرفیت و یک شاگرد با استعداد دیگر لیسه آسیای نوین را با خود داریم که طیب جان است و قرار است روی موضوع اینکه چگونه ایجاد انگیزه برای موفقیت کنیم صحبت میکنه. سلام بر شما طیب عزیز، خوش آمدی به برنامه صبح معارف. سلام بر شما و بینندگان عزیز. علیکم السلام. احمد طیب هستم، متعلم صنف هفتم در لیسه علی آسیا در خدمت شما. بسیار سلامت باشی. واقعا خوشحال هستیم که در برنامه هستی احمد طیب جان. خوب چگونه بتانیم ایجاد انگیزه مثبت کنیم در موفقیت؟ ما برای رسیدن به موفقیت راه‌های زیادی داریم که ما می‌خواهیم امروز 5 بخش مهم آن را بسیار و کوتاه توضیح دهم. اولش است که ما باید وقت تلف نکنیم و اقدام کنیم. به این معنی است که هر لحظه زندگی ما که می‌گذرد با ارزش است و ما باید قدر زمان را بدانیم در زندگی. بله، ما باید قدر زمان را بدانیم و هدفی را که تعیین میکنیم و به سوی آن هدف گام برمیداریم. کوشش کنیم وقت تلف نباشیم و طبق یک تقسیم اوقات منظم میتوانیم به موفقیت دست بیابیم. بسیار. دومش است که ما باید ایجاد انگیزه درونی پیدا کنیم. هیچ کسی نمیتواند که به ما انگیزه بده و ما خود ما به خود تا که انگیزه ندیم، انگیزه از طرف کسی برای ما داده نمیشه، بلکه انگیزه درون آدمی خلق میشد. مثل این که من میتوانم موفق شوم، من آدم توانایی هستم و غیره. این همه ایجاد انگیزه است در درون آدمی که آدمی در درون خود خلق میکنه. بسیار و ما باید به سوی موفقیت راه پیدا کنیم. و چهارمیشی است که مثبت فکر کنیم و مثبت اندیش باشیم، مثبت نگر باشیم به قضایا. یگانه راه که رول مهم برای رسیدن به موفقیت را دارد مثبت فکر کردن و ما باید کوشش کنیم باورهای منفی که ذهن ما را از مسیر از رسیدن به موفقیت کش میکنه، ما باید آنها را دور بسازیم و به توانایی های خود و به خود ما ایمان داشته باشیم. بسیار زیبا، بسیار عالی. پنجمیشی است که ما باید آهسته و پیوسته حرکت کنیم. آهسته و موثرترین راه برای افزایش انگیزه آهسته و آهسته پیش رفتن است. وقتی که شما هدف خود را مصمم و بدون شتاب دنبال میکنید، کمتر خسته میشوید و کمتر خسته میشوید و باعث ایجاد انگیزه میشه در آدم. و دانشمند به نام دان هاردی در کتاب به نام اثر مرکب این موضوع را به خوبی شرح داده است. بسیار عالی. چقدر موضوع عالی، چقدر موضوع یعنی شیرین را انتخاب کردی. امیدوار هستم که خوب بیننده برنامه را دیده باشن از آموزه هایی که طیب جان برای شما گفت. در زندگی باید استفاده کنید 5 راه موفقیت که چگونه ما بتونیم به موفقیت برسیم. اصل دوم یا اول اگر اشتباه نکنیم می بود که باید آدم زمان را مد نظر بگیره و یک تقسیم اوقات منظم در زندگی داشته باشه. طیب جان شما تقسیم اوقات دارین؟ بله، ما با خود تقسیم اوقات جور کردیم و طبق تقسیم اوقات روزانه عمل میکنم. تقسیم اوقات چگونه است؟ در طول روز چی کار میکنی طیب جان؟ در طول روز من صبح وقت که میخیزیم نماز میخونیم، بعد از آن تلاوت قرآن کریم است و ساعت 8 بجه میرم به سوی کورس و از کورس که برمیگردم درسای کورس میخوانم و آمادگی به مکتب میگیرم. پس دوباره میری مکتب؟ دوباره میرم به مکتب و از مکتب که آمدم خانه درسای مکتب تکرار میکنم و همونطور نماز دیگر رو شام نماز دیگر رو میخوانی بعد شب. آفرین، نام خدا. اینه چقدر منظم بودی در زندگی. بر اساس تقسیم اوقات آدم کار کنه بدون شک میتونه خوب به قله های موفقیت برسه. در آخر میخوایم که بگی چی پیام داری برای امثالای خودت که چی کار کنن باید در زندگی؟ پیامم به متعلمان می است که درس بخونن و آینده کشور در دست اوناست و باید درس بخونن، کوشش کنن تا وطن آباد. سلامت باشی. ممنون از پیام زیبای احمد طیب جان، یکی از شاگردان با ظرفیت و با استعداد لیسه عالی آسیای نوین.